بچه اومدیم با کارت های کیندی. امروز کلی کارت کیندی داریم که اومدیم باش بازی کنیم. اولین بازیکنمون رونالدینیوی 100، نگاه کنید همه چیش 100. خب دومین بازیکنمون کریستیانو رونالدوی دزد دریایی، نگاه کنید. خب حالا بازیکن بعدیمون مهدی طارمی هم داریم که از یه شرکت دیگه است، نه کیندی. این بازیکن هم داریم زیکو، نه همه چیش 96. خب بچه یه بازیکنی داریم که براتون نگم، ما خیلی بازیکن داریم. این کارت از این کوچیکای رودریگوه، این امضای امباپه است، امضای مودریچ، این نفره نمیشناسم. کارت این جود بلینگهام. خب اینم دیماریا، اینم کریستیانو رونالدوی قبلی. خب حالا نگاه کنید چقدر داریم. بچه خیلی زیادن. چلسی، بازیکن چلسی، نیمار با امضاش که از خود نیمار با امضاش کنید. خب اینم از یه چیز دیگه خریدم، اسم شرکتشون کینگ بی. این کریم باقری، مودریچ، این چیزا هم از اونجا خریدم. حالا بازیکن‌های بارسا خیلی داریم، بازیکن‌های وایموریخ. حالا بریم سراغ بالا. این بالا هم از اینا داریم، حالت اسمشون رو یادم رفت ولی از اینا. اولین بازیکن پاریس سن ژرمن کریستیانو رونالدو، فندایک پشتش، این نفر است برای صلاح هم داریم. اینجا بازیکن‌های اینترن، اینم بازیکن بارساست، اینم بازیکن‌های تیمشون اسمش رو یادم رفت. اینم مال چلسی هن، اینا هم مال الهلالن، اینا مال وایموریخ. هریکین هم اینجاست. خب بچه ها اینجا اینا هم مربیان. بچه هم این ورتر بازیکن‌های رئالن. این بازیکن این بچه ها من خیلی خریدم، نگاه کنید خیلی زیادم. تا ویدیوی بعد خداحافظ.